توانا بود هر کی دانا بود زیدانیش دلی پیر ورنا بود بیاموز و بشنو زی هر دانشه. مقدس محکم و خواننده صنف سیوم مکتب اینترنتی کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر استرفشن میباشد. این دختر فعال و علمدوز به سن خورده خود نگاه نکرده، حلقه در مطالعه اثرهای ادیبان کلاسیک مهارت خاصه پیدا کرده است. تلاش و کتاب دوستداریش او را در بین همسالان نمونه عبرت گردانیده است. باران که شدی مپرس این خانه کیست، سقفی حرم و مسجد و میخانه کیست. اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی از جمله فروغ صبح دانای کتاب است باعث گردید که دانش ادبیش باز هم تکمیل یابد. مناسبت و آداب و رفتار نمونوی محبوبیت او را در بین همسبقان و هیئت آموزگاران افزون کرده است. از روزهای اولی به مکان علم و دانش قدم نهادنش مقدس دختری که خیلی خوش ذهن و با عقل بود. وی با خصوصیت‌های بهترین رفتار نیک و کردار نیکش در بین خوانندگان فرق میکرد. ضمن صحبت با ما وابسته به تکمیل دادن دانش و مهارتش با شوق صحبت نموده، هر یک سخنش را با عباره و یا جمله از آثار ادیبان مکمل مینمود. در عشق قرار بیقراری است، در عشق قرار بیقراری است، بدنامی عشق نامداری است، چون است شماری عشق پیدا مشمرک شماری به شماری است. آموزگاران این مؤسسه تعلیمی نیز از شاگردشان همچون خواننده ذکی و تیزهوش یادآور میشوند. به اندیشه آنها مقدس کوشش میکند تا در آموزش فنهای گوناگون که در این مؤسسه آموزش میدهند پیش قدم باشد. وی میخواهد که از همه فنها پیشرو و پیش قدم باشد. با خوانندگان صنف با دوگانه‌هایش مناسبتی خیلی خوب دارد. با آنها یکجایی درس میکند و آنها به تیار کردن درس‌هایشان یاری میرساند. اشتراک مقدس در آزمون بین المللی شاهنامه خوانی که به طور آنلاین در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید نشان داد که این دخترک تاجیک نه تنها داستان‌های این شاه اثر را به خوبی اجرا کرده است بلکه قرائت خیلی زیبا دارد. آمد از شهر تهران زمین که سهراب شد کشته بر دشت کین، خبر ز به شاهی سمنگان رسید، همه جام برهشتن بردرید، به مادر خبر شد که سهرابی گرد، و تیغی پدر خسته گشت و بیمرد، بیزد چنگ و بیدرید پیراهنش، درخشان شد آن لعل زیبا تنش، برآورد بانگ و غیره و خروش، زمان تا زمان زه می رفت هوش، مر آن زلفی تاب داده کمند، و انگشت پیچید و از بام بیکند، همم ها که تیره به سر برفکند، و دندان زی بازوی خود گشت کند، به سر برفکند آتش و برفروخت، همه موی مشکین بر آتش بسوخت، همه گفت که جانی مادر کنون، کجایی سرشته به خاک و به خون، دو چشمم بره بود گفتم مگر، زی سهراب و رستم بیابم خبر، گمانم چنین بود گفتم کنون، بیگشتی و گردی جهان اندرون، پدر همه جستی و یافتی، کنون بامدن تیز بشتافتی، چه دانستم که پور کاید خبر، که رستم به خنجر دریدد جگر، بیپرورده بودم تنش را به ناز، برخشنده روز و شبانی دراز، کنون آن به خون اندرون غرقه گشت، کفن از تنی پاک او خرقه گشت، کنون من که را گیرم اندر کنار،
таваҷҷӯҳи хосаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи мактабу маориф ва ташкили озмунҳои ҷумҳуриявӣ боис гардиданд ки дар муддати кӯтоҳ чунин наврасони донишдӯст дар сатҳи маҳал ҷумҳурӣ ва ҳатто дар сатҳи байналмилалӣ шинохта шаванд. من افتخار میکنم که هم عصر پیشوای ملت هستم و در شعاع مهری پدرانه پرزیدنت زندگی دارم. ما یتیمان از تشبوس جناب عالی در سمت رشد معرفت ذهنی تشکیل آزمونهای جمهوریوی بساخرسندیم. زیبی همه منبر و هر جا و مکان است، سیمای وطن مردی خدا شعری ژیان است. نامش نه فقط وردی زبانی همه کشور، امامعلی ماست و رحمانی جهان است. مقدس نیز یکی از چنین طفلان خوشبخت سالهای صاحب استقلالی است که این شرف نصیبش شده است. به من زنگ زدن و گفتن که معلم مبارک باشد، شاگردتان شاه جایزه را صاحب شد. او با خوشحالی بیان می‌دارد که خود را طفل خوشبخت می‌شمارد که در سالهای صاحب استقلالی به دنیا آمده است و از این امکانات و شرایط‌های فراهم گردیده برای تکمیل دانش خود ثمرناک استفاده می‌کند.